اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار چنین روایت کردند که پادشاهی بود که کبوتری داشت. پادشاه کبوترش را خیلی دوست داشت. برای او قفسی از طلا درست کرده بود. گاهی می آمد کنار قفس می نشست و با دست خودش به کبوتر دان می داد. یک روز همونطور که کنار قفس کبوتر نشسته بود، کبوتر دیگری عین کبوتر خودش آمد و منقارش را روی کبوتر اولی گذاشت و پرواز کرد و رفت. پادشاه گفت: چه می گفت؟ کبوتر گفت: عروسی برادرم است، آمده بود مرا با خودش ببرد. اگر اجازه بدهید میروم، سر 3 روز برمیگردم. پادشاه گفت: باشد برو، اما موقع برگشتن سوغاتی مرا فراموش نکنی ها. وزیر نمیخواست بگذارد که پادشاه کبوتر را آزاد کند، اما پادشاه اعتنایی نکرد. کبوتر رفت و پس از 3 روز برگشت. در منقارش یک تخم سیب آورده بود. پادشاه امر کرد تخم سیب را در باغ کاشتند. چند سالی طول کشید و تخم سیب درخت بزرگی شد و چند سیب درشت و طلایی آورد. پادشاه به باغبان گفت: کافیست یکی از این سیب ها کم شود، دستور می دهم در دهانت سرب داغ بریزند. از این رو باغبان همیشه سیب ها را می پایید تا اینکه یک روز دید یکی از سیب ها کم شده است. به پادشاه خبر داد. پادشاه 3 پسر داشت. پسر بزرگتر را به باغ فرستاد تا کشیک دهد و دزد را پیدا کند. پسر بزرگتر به باغ رفت. منتظر ماند. خبری نشد. زیر درخت دراز کشید و خوابش رفت. صبح که بیدار شد دید یکی دیگر از سیب‌ها کم شده است. شب بعد پسر میانی به باغ رفت. صبح که بیدار شد دید یکی دیگر از سیب‌ها را هم دزدیدند. این بار پسر سوم که اسمش یار محمد بود پیش پادشاه رفت. پدر، اجازه بدهید امشب من به باغ بروم. کشیک میدهم، قول میدهم که دزد را پیدا کنم. پادشاه قبول کرد. شب شد. یار محمد به باغ رفت. نیمه شب از زور خواب روی پاهایش بند نمیشد. انگشتش را برید و جای بریدگی نمک زد تا بیدار بماند.
یک دفعه آسمان تیره و تار شد، صدای بلند و وحشتناکی همه جا را گرفت. دستی به طرف درخت سیب دراز شد تا سیبی بچیند. یار محمد شمشیرش را کشید، دست دزد را برید و روی زمین انداخت. بعد گرفت خوابید. صبح روز بعد همه ماجرا را برای پادشاه نقل کرد. 3 برادر رد خونی دست بریده را گرفتند، رفتند و رفتند و رفتند تا به سر چاهی عمیق رسیدند. برادر بزرگتر پایین چاه رفت، داد و فریاد کرد: مرا بالا بکشید، کور شدم، کور شد. برادر میانی به ته چاه رفت: مرا بالا بکشید، سوختم، سوخت. یار محمد به برادرانش گفت: حالا مرا پایین بفرستید، اما هر چقدر داد و فریاد کردم به حرفهایم گوش نکنید. یار محمد به ته چاه رفت. ته چاه سیاه بود، سیاه سیاه سیاه. یار محمد به اطرافش نگاه کرد، دید از دور روشنایی می آید. به طرف روشنایی رفت. حیاتی دید که دور تا دورش پر از اتاق بود. داخل رفت. دختر زیبایی روی زمین نشسته بود و دیو سری روی زانویش به خواب عمیقی فرو رفته بود. دختر گفت: یار محمد، تو کجا؟ اینجا کجا؟ زود از اینجا برو که اگر دیو بیدار شود تو را میکشد. دست برادرش را هم که خونی کرده ای. یار محمد گفت: تو کاریت نباشد، شیشه عمرش کجاست؟ شیشه عمرش سر تاقچه است، اما دست تو که به آنجا نمیرسد. یار محمد خنجرش را در پای دیو فرو کرد. دیو عصبانی شد، بلند شد که مگس ها را بپراند. چشمش به یار محمد افتاد. یار محمد، تو کجا؟ اینجا کجا؟ در آسمان ها دنبالت میگشتم، اینجا پیدایت. دیو یار محمد را از روی زمین بلند کرد، روی دستانش برد تا به زمین بزند. یار محمد درنگ نکرد، شیشه عمر دیو را از سر تاقچه قاپید. یار محمد شیشه را به زمین کوفت. دیو افتاد و مرد. یار محمد از حیات اول به حیات دوم رفت. در حیات دوم دختری روی زمین نشسته بود. دختر زیبایی، دیوی سرش را روی زانوی او گذاشته به خواب رفته بود. یار محمد گفت: شیشه عمر دیو کجاست؟ دختر گفت: به دور گردنش آویخته. یار محمد خنجر را در پای دیو فرو کرد. دیو بیدار شد. یار محمد درنگ نکرد، شیشه عمر دیو را از دور گردنش قاپید و به زمین زد. دیو همچون آواری روی زمین پهن شد. یار محمد از حیات دوم به حیات سوم رفت. آنجا هم دیو زشت و بدترکیبی روی زمین به خواب رفته بود. دور دست راستش پارچه‌ای پیچیده. دختر زیبایی بالای سرش او را باد میزد. تا چشم دختر به یار محمد افتاد گفت: یار محمد، تو کجا؟ اینجا کجا؟ زود از اینجا برو. دست دیو را هم که زخمی کرده ای، دلش از تو خون است. یار محمد گفت: شیشه عمرش کجاست؟ دختر گفت: من هم نمیدانم. چندین بار ازش پرسیدم، عصبانی شده و مرا کتک زده. حالا بیا تو را قایم کنم تا ببینیم چه پیش می آید. دختر افسونی خواند و
به یار محمد فوت کرد. یار محمد سیب شد. دختر سیب را گذاشت بالای تاقچه. کمی بعد دیو بیدار شد و خواست به بیرون برود. دختر گفت آخر اینجور نمی شود. چرا به من نمیگویی شیشه عمرت کجاست؟ تو صبحها و روزها بیرون می روی، به شکار می روی، من در خانه می مانم، می خواهم سرم را با شیشه عمر تو گرم کنم. دیو گفت شیشه عمر من در این جاروست، اما به کسی نگویی ها. بعد گذاشت و رفت. وقتی برگشت به دختر گفت اینجا بوی آدمی زاد، بوی بادام بوداده، بوی چیزی می آید. دختر گفت حتما سر کوه چیزی خورده ای و لای دندانهایت مانده. دیو چوب دستی برداشت و شروع کرد به تمیز کردن و خلال کردن دندانهایش. یکی دوتا پا، دست، ران، ساق اسب و الاغ از لای دندانهایش در آورد و به دور انداخت. بعد چشمش به دختر افتاد. به دختر گفت بگو ببینم در این جارو چیست؟ دختر گفت مگر نگفتی که شیشه عمرت در این جاروست؟ عجب ساده ای هستی تو دختر جان. شیشه عمر من درون قوطی ته حوض است. ته حوض دو مرغ، یکی سیاه یکی سفید. شیشه عمر من درون شکم مرغ سفید. روز بعد دیو بیدار شد و تنوره‌ای کشید و از خانه بیرون رفت. دختر افسونی خواند و به سیب فوت کرد. سیب یار محمد شد. دختر و یار محمد دویدند سر حوض، زیرا به حوض را کشیدند. شیشه عمر دیو را درون شکم مرغ سفید پیدا کردند. یار محمد درنگ نکرد، شیشه عمر دیو را به زمین کوبید. صدای وحشتناکی همه جا را گرفت. آسمان تیره و تار شد. لاشه دیو از آسمان به زمین افتاد. دیو همچون آواری روی زمین پهن شد. یار محمد 3 دختر را برداشت و هر 3 به طرف ته چاه دویدند. یکی یکی دخترها را بالا فرستاد تا نوبت دختر سوم شد. دختر سوم به یار محمد گفت یار محمد بهتر است اول تو بالا بروی. به خدا قسم برادرهایت تو را اینجا نگه می‌دارند. به خدا قسم برادرهایت تو را بالا نمی کشند و تو برای همیشه ته این چاه سیاه میمانی. از دختر اصرار، از یار محمد انکار. از دختر اصرار، از یار محمد انکار. از دختر اصرار، از یار محمد انکار. آخر سر دختر بالا رفت. یار محمد پشت سرش برادرهایش را صدا زد. برادرها طناب را بالا کشیدند، اما وسط راه طناب را بریدند. یار محمد دوباره به ته چاه افتاد. کمی درنگ کرد، منتظر ماند. یک دفعه یادش آمد که دختر سوم قبل از اینکه از چاه بالا رود به او گفته بود اگر برادرهایت تو را بالا نکشیدن کمی منتظر بمان. 2 قوچ سیاه و سفید از جلویت رد می شوند. بپر روی قوچ سیاه. قوچ سیاه تو را پرت می کند روی قوچ سفید. قوچ سفید تو را پرت می کند به دنیای روشن. یار محمد
کمی صبر کرد. یک دفعه 2 قوچ سفید و سیاه پیدایشان شد. یار محمد اشتباه کرد. از بس خوشحال بود پرید روی قوچ سفید. قوچ سفید یار محمد را پرت کرد روی قوچ سیاه. قوچ سیاه پرتش کرد به دنیای سیاهی. همه جا سیاه بود. سیاه سیاه سیاه. یار محمد چشمهایش را بست تا به سیاهی عادت کند. یار محمد چشمهایش را باز کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت که دیگر زانوهایش حتی 1 قدم جلوتر نمی رفتند. زیر درختی نشست و به خواب عمیقی فرو رفت. یک دفعه با صدای جیغ و داد و فریاد از خواب پرید. دید اژدهای ترسناک و زشتی از پای درختی بالا می رود که بچه‌های سیمرغ را در لانه‌شان بخورد. بچه‌های سیمرغ از ترس داد و فریاد می کردند. یار محمد درنگ نکرد. شمشیرش را کشید و اژدها را 2 شقه کرد. 1 شقه را انداخت جلوی بچه‌های سیمرغ. شقه دیگر را نگه داشت برای سیمرغ مادر. بعد گرفت خوابید. سیمرغ به لانه‌اش برگشت. دید پای درخت مردی به خواب عمیقی فرو رفته. به خودش گفت حالا فهمیدم. امسال نمیگذارم جان سالم به در ببرد. هر سال می آید بچه های مرا می خورد و فرار می کند. سیمرغ به کوه قاف رفت. کوه بزرگ و حسابی برداشت تا به سر یار محمد بزند. بچه ها وقتی مادرشان را در آن حال دیدند داد و فریاد کردند مادر دست نگهدار، چه کار می کنی؟ اگر این مرد نبود اژدها ما را خورده بود. سیمرغ کوه را سر جایش گذاشت و برگشت. بالش را روی یار محمد پهن کرد. وقتی یار محمد بیدار شد دید زیر لحاف رنگین و زیبایی به خواب عمیقی فرو رفته بود. سیمرغ گفت جوان، تو خدمت بزرگی در حق من کردی. از من چیزی بخواه تا به تو بدهم. یار محمد گفت مرا ببر به دنیای روشن. سیمرغ گفت چیز سختی از من خواستی. برو 7 شقه گوشت و 7 مشک آب بیاور. یار محمد آب و گوشت را آماده کرد. سیمرغ به یار محمد گفت خوب گوش کن. در راه هر بار به تو گفتم گوشت به من آب بده. هر بار به تو گفتم آب به من گوشت بده. یار محمد روی بال سیمرغ نشست. هر دو
راه افتادند به طرف دنیای روشن. از 7 دریای کوه و آتش گذشتند. سر راه هر بار سیمرغ به یار محمد گفت آب، یار محمد به سیمرغ گوش داد. هر بار گفت گوشت، آب داد. از قضا یک بار اشتباه کرد. به جای آب به سیمرغ گوش داد. سیمرغ گوشت را پایین انداخت. در نزدیکی دنیای روشن سیمرغ گفت یار محمد آب. یار محمد دید همه گوشهایش تمام شده. چاقویش را کشید، گوشت ران خودش را برید و در دهان سیمرغ گذاشت. سیمرغ دید که گوشت شیرین است. در دهانش نگه داشت. به زودی به دنیای روشن رسیدند. سیمرغ سر کوهی نشست. به یار محمد گفت یار محمد اینجا دنیای روشن است، برو به ولایتت. یار محمد گفت من اینجا کمی می نشینم تا استراحت کنم، تو برو به امان خدا. سیمرغ گفت یار محمد شوخی با ما هم شوخی، من که می دانم چرا نمی روی. گوشت ران یار محمد را از کنار دهانش درآورد و به پای یار محمد چسباند. 2 از پرهایش را به یار محمد داد و گفت اگر به من احتیاج پیدا کردی اینها را بسوزان. سیمرغ بالهایش را باز کرد و به طرف کوه قاف پرواز کرد. یار محمد از کوه پایین آمد. به اطرافش نگاه کرد. همه جا روشن بود. روشن.